یکی از نشانه های رحمت خداوند بر بندگانش این است که پس از سپری شدن موسم های طاعت و عبادت برای آنان روزهای را برای تفریح و شادی نیز اختصاص داده است. از انس ابن مالک روایت است که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم چون به مدینه آمدند دیدند که مردم 2 روز عید داشتند و در آن خوشحالی می کردند. پرسیدند این چی روز هاست؟ گفتند عیدهای ماست که از دوران جاهلیت باز این جانب در آن خوشحالی می کنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند بر عوض این 2 عید به شما از آن بهترش را عید رمضان و عید قربان عطا کرده است. بنابراین یکی از محبوب ترین عملهای نیک و یکی از آداب مهم روز عید این خوشحال نمودن اهل عائله، خویشان و نزدیکان و جمله مسلمانان است. مادرمان عایشه رضی الله عنها یکی از روزهای عید دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم را نقل نموده فرمودند روز عید بود و چند حبشی با سپر و نیزه ها بازی می کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا می خواهی تماشا کنی؟ گفتم بله می خواهم. ایشان مرا در پشتشان قرار دادند در حالی که رخساره من به رخساره ایشان چسبیده بود. با آنها گفتند ای حبش ها بازی خود را دوام دهید. یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین عادت داشتند که چون در روز عید با همدیگر وامی خوردند چنین می گفتند خداوند از ما و شما بپذیرد. از سنت های عید تکبیر تشریق گفتن است. تکبیر به این شکل گفته می شود